الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 86 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله است که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. برادران و خواهران موحدم، ما در حلقه های گذشته معنای شرط هفتم صحت لا اله الا الله که الانقیاد است به شما بیان نمودیم، لغتا و اصطلاحا. فهمیدید که انقیاد چی معنی دارد و دلیل ها را از قرآن عظیم الشأن به شما بیان نمودیم که همین انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است. اگر انقیاد نباشد، عمل نباشد، لا اله الا الله به انسان فایده نمی بخشد، بلکه این انسان کافر است. و حالا در این حلقه ان شاء الله به شما دلیل ها را از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر می نماییم که بیان می کند که انقیاد این شرط صحت لا اله الا الله است. و البته منهج ما در آوردن حدیث این است که حدیث های صحیح را می آوریم. اگر حدیث ضعیف باشد، ضعیفی حدیث را البته ذکر می کنیم. بارک الله فیکم. دلیل اول که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند، این حدیث را امام بخاری روایت کرده اند. یعنی وقتی که امام بخاری روایت کردند در کتاب صحیحشون میگوییم، معناش این است که این حدیث 100% صحیح است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. رواه البخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند همه امت من به جنت داخل می شوند بجز کسانی که سرکشی کردند. ابا، بجز کسانی که ابا کردند. ابا یعنی سرکشی. گفتند ای رسول الله، کی سرکشی می کند؟ کیست همان کس؟ سرکش کیست؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند هر کسی که مرا اطاعت بکند این داخل جنت می شود و هر کسی که به من عصیان بکند، اطاعت مرا نکند، سرکشی کند، انمین سرکش است. سرکش کیست؟ سرکش کسی است که پیروی رسول الله نکند، اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نکند. این حدیث حجت است برای اینکه انقیاد این شرط صحت لا اله الا الله است. وجه الدلاله از این حدیث، استدلالمان از این حدیث این است که اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردن هم قولا و هم عملا و فعلا، یعنی و هم اعتقادا. چخیلی که رسول الله عمل کردن ما همچنین باید عمل بکنیم، که این دلیل اول است. دلیل دوم از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیثی هست که امام حاکم روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب عذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا يا رسول الله وما الاستخفاف بحقها؟ قال أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. رواه حاکم. علما البته این حدیث رو هم سندش رو حسن میگن، یعنی حدیثی که حجت گرفته میشود، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند کلمه لا اله الا الله بر دوام به صاحبش منفعت میبخشد. کلمه لا اله الا الله بر دوام به گوینده اش منفعت میبخشد و از گوینده اش عذاب را رد میکند و نقمه و نابود شدن رحمت الله را از صاحبش نیست می کند، در حالتی که گوینده لا اله الا الله به حق لا اله الا الله
کم نظری نکند، کم بینی نکند، به حق لا اله الا الله سبوکی نکند. گفتند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، استخفاف به حق لا اله الا الله چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که هر زمانی که یا انسان ظاهر بکند عملی را به معصیت الله و هیچ کس به این رد نکند و این عمل را تغییر ندهد. معناش این است که هر کسی که لا اله الا الله بگوید و بعد از این لا اله الا الله را نادیده بگیرد و آشکار و ظاهر عملهای گناه را انجام بدهد و عمل گناه را رد هم نکند و انکار هم ندهد و تغییر هم ندهد. این حدیث حجت است که هر کسی که ترک عملی شرعی میکند، این انسان البته به عذاب گرفتار می شود، به نقمه گرفتار می شود. البته این حدیث هم حجت است. حدیث سوم که دلیل است، امام طبرانی در اوسط روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من قال لا اله الا الله وحده لا شریک له اطاع بها قلبه وظل بها لسانه وشهد ان محمدا رسول الله حرمه الله على النار. رواه الطبراني في الاوسط. حدیث حسن الصحیح. حدیث صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند هر کسی که بگوید لا اله الا الله را و بگوید که نیست معبودی بر حق یعنی بجز الله و الله یگانه است، شریک ندارد. لا اله الا الله وحده لا شریک له، نیست معبودی بر حق بجز الله یگانه است، شریک ندارد. و قلبش را به همین کلمه مطیع گرداند، به قلبش به همین کلمه اطاعت بکند و به زبانش به همین کلمه سر فرود آورد، یعنی زبانش اطاعت همین کلمه بکند، هم قلبا و هم زبانا، و شهادت بدهد که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است، الله همین بنده را به آتش نار جهنم حرام میکند. کدام وقت انسان از آتش دوزخ نجات مییابد؟ کدام وقت انسان داخل شدنش به آتش سوزان جهنم حرام میگردد؟ همان وقتی که انسان لا اله الا الله وحده لا شریک له را بگوید، معناش را بفهمد و به قلبش و به زبانش و به عملش به همین کلمه اطاعت بکند. بارک الله فیکم. دلیل چهارم از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که امام بخاری روایت کردند که رسول اکرم میگویند لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاری. رسول الله میگویند خون یک مرد مسلمان، خون یک انسان مسلمان حلال نمی شود در زمانی که در حالتی که این انسان شهادت داده است بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله و شهادت داده است که من محمد رسول الله هستم، مگرم با یکی از این سه چیز. به عباره دیگر به شما عادی‌تر بفهمانم، یعنی هر کسی که لا اله الا الله بگفته است، محمد رسول الله گفته است، به همین شهادت داده است، معنیش رو فهمیده است و اسلام رو قبول کرده است، خون این انسان حرام است برای دیگر مسلمان ها و همان وقت خون همین انسان حلال می شود، همان وقت گشته کشتنش جایز می شود که یکی از این سه چیز در انسان پیدا شود، یا که هر سهش، یا که از هر سهش یکیش پیدا شود. باحدى ثلاث، با یکی از این سه چیز. یکمش الثیب الزانی، الثیب الزانی پیرانسال زناکار. معناش این است که یک زن یا یک مردی که اویله دار است، یک مردی که زن دارد یا زن گرفته بود جواب داده باشد هم، یعنی یک مرد اویله دار، یا که یک زنی که شوهر دارد یا که از شوهرش جدا شده باشد، هم بیوه، مردی بیوه یا و زنی بیوه، یا که مردی زندار و زنی زندار، زنی شوهردار.
یعنی زن باکره نباشد و مرد هم زن دیده باشد و یگون بار زن نادید نباشد. در این حالت خون اینا حلال میشد. کسی که زنا کرد در حالتی که زن گرفته بود یا کسی که زنا کرد در حالتی که شوهر کرده بود، خون اینها حلال است. سنگ زده رجم کرده کشته می شود. یکم حالت. دوم حالت النفس بالنفس، قصاص. یک کس اگر یک کسی دیگر رو کشد از نظر شریعت همین انسان خودش کشته میشه، خیلی که قرآن به این دلالت میکند. سومش و تارک لدینه المفارق للجماعه، ترک کننده دین، کسی که دینش رو ترک میکند و کسی که جماعت رو ترک میکند. پس این حدیث جایش حجت می شود برای اینکه انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است. عمل شرط صحت لا اله الا الله است. در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترک کردن انقیاد را در دین سببی حلال شدن یا که سببی ریزانیدن خون نامیدند و سببی شکستن شهادت نامیدند. یعنی کسی که زنا میکند، کسی که چرا دینش رو ترک میکند، کسی که از جماعت جدا می شود، از جماعت مسلمان ها جدا می شود، این چیکار کرد؟ عمل رو ترک کرد یا نکرد؟ البته عمل رو ترک کرد. عمل، این زنا نکردن هم عمل است. دین رو ترک کرد. دین رو ترک کردن این ترک کردن عمل است. یعنی کسی که عمل رو ترک کرد، کسی که انقیاد رو ترک کرد، خونش حلال می شود. چرا که انقیاد این شرط صحت لا اله الا الله است. کسی که عمل رو ترک کرد، انقیاد رو ترک کرد، شهادتش ناقض می شود. این دلیل چهارم که حدیث امام بخاری بود. دلیل پنجم از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که البته این دلیل پنجم سندش ضعیف است و بعضی از علما حسن گفتند، برای همین ذکر میکنیم، اما سندش ضعیف است. چخیلی که ابن ابی عاصم روایت کردند، بغوی و غیرشون روایت کردند، اما سندش ضعیف است. اصلا سندش ضعیف است. اما من باب فایده اگر بگویم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. این حدیث رو بعضی از علما حسن میگویند. یعنی یکی از شما مؤمن نمیشود تا همان زمانی که هوا و هوس شما تابعی آن چیزی که من آوردم نباشد. رسول الله میگن همان وقت شما مؤمن میشید که هوای هوس شما متابع، تابع، اطاعتکاری سنت من باشد، حکم من باشد. ششم دلیل، این البته حدیثی که امام احمد در مسندشون روایت میکنند، حدیث صحیح است که رسول از بشیر ابن الخصاصه روایت شده است که میگه اتیت النبی صلی الله علیه و سلم لابایعه، من به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم تا که به رسول الله بیعت بکنم. رسول الله چیکار کردند؟ فاشترط علی، رسول الله در حالت پیش از بیعت کردن به همین بشیر اول شرط گذاشتند. میگن که رسول الله به من شرط گذاشت که شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان اقیم الصلاه و ان اوتی الزکاه و ان احج حجة الاسلام و ان اصوم رمضان و ان اجاهد فی سبیل الله. رسول الله به من شرط گذاشت که شهادت بدهم بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله و بر این که محمد بنده الله و رسول الله، و شهادت بدهم و البته وعده بدهم بیعت بکنم بر نخواندن نماز، به دادن زکات و به حج کردن و به این که روزه بدارم و به این که در راه الله جهاد بکنم. پیش از بیعت کردن رسول الله به بشیر ابن الخصاصه همین شرط ها رو گذاشتند، به همین باید بیعت بکنی گفتند. بشیر میگویند که فقلت یا رسول الله، ای رسول الله، اما اثنتین فوالله لا اطيقهما الجهاد والصدقه. ای رسول الله، اما همین به دو چیز من طاقت کردن نمیتوانم گفتند. این یکمش جهاد، دویمش صدقه است که من هر دویم نکردن نمیتوانم گفتند. یعنی من به هر دو این بیعت دادن نمیتوانم، چرا که بیعت دادن معنیش این است که اطاعت باید کنی. من گفتند به هر دو این اطاعت کردن نمیتوانم، برای این بیعت دادن نمیتوانم. رسول الله چی گفتند؟ بشیر میگن که فقبض رسول الله صلی الله علیه و سلم یده، رسول الله صلی الله علیه و سلم ید من را، دست من را قبیدند، سخت گرفتند و بعد از این جنبانیدند، حرکه جنبانیدند و گفتند لا جهاد ولا صدقه فبما تدخل الجنه. جهاد نیست، صدقه نیست،
پس به چی چیز تو داخل جنت میشوی؟ وقتی که این دو چیزی بزرگترین اسلام که یکی اش ذروة سنامیه، قله بالاترین اسلام است، جهاد، تو این رو اگر ترک کنی، صدقه رو ترک کنی، به چی چیز داخل جنت میشوی؟ سوال کردند. بشیر ابن خصاصه گفتند یا رسول الله انا ابایعک، ای رسول الله شد تمام من به تو بیعت میکنم، یعنی به همه این چیزهایی که به من شرط گذاشتی بیعت میکنم. پس بشیر ابن خصاصه بیعت کردند به همه این شرط هایی که رسول الله گذاشتند. این حدیث دلالت میکند که لا اله الا الله صاحبش را داخل جنت نمی کند مگرم به شرط های خودش که ما این شرط ها رو ذکر کردیم که 7 است، که بزرگترین این شرط ها این چی است؟ انقیاد است، عمل است. و از عمل یعنی انقیاد، یعنی این به نهایت معنای زیاد دارد و انقیاد یکی معنایش این عمل است. به درون انقیاد البته عمل داخل می شد و از عمل صدقه دادن، جهاد کردن از عمل است. بارک الله فیکم. ابن رجب حنبلی در همین حدیث میگویند که ففي هذا الحديث ان الجهاد والصدقه شرط في دخول الجنه مع حصول التوحید والصلاه والصيام والحج. در این حدیث آمده است که میگن ابن رجب حنبلی البته میگن جهاد و صدقه این شرطی داخل شدن بر جنت است با همراهی حاصل شدن توحید و نماز و روزه و حج. یعنی وقتی که توحید دارید، نماز دارید، روزه دارید و حج دارید، بعد از این در راه الله جهاد کردید و صدقه دادید، انا نمین شما را به جنت میبرد. شرط داخل شدن جنت بعد از موحد بودن و نماز خواندن و روزه داشتن و حج کردن این جهاد و صدقه است. بارک الله فیکم. پس معروف است که این همه عمل است و انقیاد است. بارک الله فیکم. و هفتم حدیثی که در این مسئله روایت شده است که آشکار بیان میکند که انقیاد این شرط صحت لا اله الا الله است. این حدیث صحیح است که امام مسلم در کتاب صحیحشان روایت میکنند. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه و گفتند من از جانب الله امر کرده شدم، یعنی من امر کرده شدم به این که مردم را به قتل رسانم، مردم را بکشم تا اینکه آنها شهادت بدهند بر این که لا اله الا الله. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و میگن من از جانب الله امر کرده شدم که بجنگم، به مردم بجنگم و اونها را بکشم تا اینکه شهادت بدن که نیست معبودی بر حق بجز الله. پس الله رسولش را امر کرده است که به مردم بجنگ تا که آنها شهادت بدهند بر اینکه نیست معبودی بر حق و جز الله. و رسول الله میگن تا اینکه مردم شهادت بدهند به اینکه لا اله الا الله نیست معبودی بر حق و جز الله و ایمان بیاورند به من و به همه آن چیزی که من آوردم از جانب الله. زمانی که این عمل را انجام دادند، کدام عمل را؟ لا اله الا الله را گفتند، به رسول الله ایمان آوردند، به چیزهایی که رسول الله آوردند ایمان آوردند، به 3 چیز، یعنی به لا اله الا الله، به رسول الله، به قرآن و به سنت. وقتی که این عمل را انجام دادند خونشان از من ایمی میماند و اموالشان از من ایمی میماند مگرم به حق لا اله الا الله و حساب اینها بر الله است. یعنی مگرم به حقها، حق لا اله الا الله وجود دارد. یعنی کسی که شهادت به لا اله الا الله بدهد، ایمان به رسول الله بیارد و ایمان به آن چیزی که رسول الله آورده است بیارد، به همین تمام است؟ نه، بلکه حق لا اله الا الله را به جا بیارد. اگر هر 3 این چیز را به جا بیارد اما حق لا اله الا الله را به جا نآورد، باز خونش ایمین نمی شود. پس رسول الله می جنگیدند به خاطر اینکه مردم انقیاد بکند. بارک الله فیکم. و این چنین در حدیث دیگر آمده است که این دلیل 8 است. دلیل 8 از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و که بیان میکند که انقیاد این شرط صحت لا اله الا الله است. این حدیث صحیح است که امام بخاری روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و میگویند امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه
فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم و اموالهم الا بحق و حسابهم علی الله. روایت امام بخاری. حدیث پیش گذشتم مثل همین حدیث بود، اما بعضی جمله هاش مختصر بود. حدیث پیش گذشته مختصر بود. در حدیث پیش گذشته فقط شهادت دادن بر لا اله الا الله و ایمان آوردن بر رسول الله و اون چیزی که رسول الله آوردن و حقش بود. اما در اینجا باز رسول الله چیزهای دیگر رو علاوه میکنه. رسول الله میگن من از جانب الله امر شدم تا که بجنگم به مردم. من از جانب الله امر شدم که به مردم بجنگن تا که مردم شهادت بدهند بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی شهادت بدهند به لا اله الا الله و بر این که محمد رسول الله هستند. شهادت به لا اله الا الله و محمد رسول الله بدهند و به همین تمام است؟ نه البته. و یقیم الصلاه و نماز را بخوانند. دوم چیز. سوم چیز و زکات را بدهند. زمانی که همین عملها را انجام دادند، یعنی زمانی که لا اله الا الله را گفتند، شهادت به همین دادند، محمد رسول الله را گفتند و شهادت دادند، ایمان آوردند، نماز خواندند و زکات دادند، خونشان و مالشان در امان است. یگان نفر از مسلمان ها خون این انسان را ریزانده نمیتواند، پول مالش را کشیده گرفته نمیتواند الا بحقه، مگرم به حقش. به حق چی؟ حقها. ضمیر به اینجا به کجا میگردد؟ به لا اله الا الله. مگرم به حق لا اله الا الله و حساب اینها بر الله است. لا اله الا الله به خودش حق دارد. یعنی کسی که شهادت به لا اله الا الله داد، شهادت به محمد رسول الله داد، نماز خوان، روزه داشت، زکات داد، اما حق لا اله الا الله رو به جان آورد. حق لا اله الا الله، رکن های لا اله الا الله، شرط های لا اله الا الله وقتی که به جان آورد که بزرگترین حق لا اله الا الله این انقیاد است، باز خونش و مالش حلال میشد. پس وجه دلالت از منطوق حدیث و مفهومش بر این که انقیاد این شرط صحت لا اله الا الله هست چگونه است؟ اولا میبینیم منطوق حدیث، البته ما دلیل رو به سه چیز میگیریم، به سه نظر میگیریم: منطوق، مفهوم مخالفه، دلالت مطابقه، دلالت التزام، دلالت تضمن. البته به همه این دلالت ها بیان میشد که انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است. اولا نظر میکنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی میگن. سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله که میگن حتی یشهدو، شهادت لازم میشمارد و طلب می نماید عمل رو. یعنی وقتی که شما شهادت دادید به لا اله الا الله و محمد رسول الله، این شهادت از شما می طلبد و به شما فرض می شمارد و لازم می شمارد که عمل انجام بدید. عمل کردن این یک چیزی الزامی و چیزی همیشگی التزامی می شود. پس از این اعتبار شهادت این هم قول است و هم عمل است. یعنی وقتی که کسی شهادت به لا اله الا الله میتید، از این اعتبار نگریم هم قولا هم عملا با شهادت بدید، به عملش هم. پس بارک الله فیکم. اطلاق شهادت صحیح نمی شود تا همان زمانی که انسان عمل را به جا بیاورد. ببینید منافقین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله می گفتند، ادعا می کردند، رسول الله را حق می شماردند، می دانستند که رسول الله حق است. اما زمانی که به شرط لا اله الا الله قائم نشدند، لوازمات ها، چیزهای لازمی لا اله الا الله را از انقیاد به جان آوردند، از محبت و از بقیه از چیزهای لازمی شروط لا اله الا الله به جان آوردند، اونها منافق شدند و قبول نشد. پس برادرم و خواهر موحدم تأمل نمایید. البته این چیزها، این سخنها را فکر بکنید، دربارش اندیشه بکنید، الله هدایتتون بکند. و از این حدیث ها نظر دوم را میگیریم. رسول الله گفتند فاذا فعلوا. شاهد از این سخن این است که اذا این شرط است. اذا، کلمه اذا در زبان عربی یکی از ادوات شرط است، دلالت بر همین میکند، بر شرط میکند. این دلالت میکند فاذا فعلوا، این دلالت میکند که یعنی این کلمه بر خودش شرط ها دارد و این کلمه بزرگ است و کلمه توحید است. و این چنین در حدیث میگند فعلوا
فاذا فعلو یعنی عمل کردند. زمانی که عمل کردند. عمل در اینجا فعلو انقیاد است که از من و شما الله می طلبد. الانقیاد المطلوب القائم على الفعل، علما میگن انقیاد مطلوبه که قائم بر عمل است. پس زمانی که عمل رو انجام دادن، فاذا فعلوا، این انقیاد است. همان وقت اسلام قبول می شود، همان وقت انسان به جنت داخل می شود، همان وقت خونش و مالش امین می شود که انسان انقیاد رو به جا بیاورد. پس در اینجا اذا فعلوا، وقتی که میگیم فعلوا، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توحید رو هم قولا و هم فعلا بیان کردند. پس انتفاع همان وقت از کلمه توحید ما فایده میگیریم که این کلمه توحید با همراهیش عملی، عملها به این کلمه، عمل به مقتضای این کلمه وجود داشته باشد. باید دانید که توحید این فقط مجرد سخن نیست و عبرت، یعنی توحید همان وقت قبول می شود، به عبرت گرفته می شود، به اعتبار گرفته می شود که هم قول و هم عمل جمع بشود، اجتماع قول و عمل در یک جا بیاید. یک کسی لا اله الا الله بگوید و فقط قولا عملا نکند، قبول نیست. یک کسی عملا کند و قول ترک کند هم قبول نیست. هر دوش باید در یک جا باشد. زیرا که رسول الله فاذا فعلوا گفتند. بارک الله فیکم. و در دوام حدیث میگند و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة. رسول الله میگند وجه دلاله از این کلمه رسول الله این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم جزا را مرتب یا که ترتیب دادند بر بالای این که یا که حتی امین ماندن خون، امین ماندن مال را در این دنیا ترتیب بر بالای چی دادند؟ بر بالای خواندن نماز و دادن زکات گفتند که این عمل است و زیاده بر بالای نطق توحید است. یعنی دین اسلام ما فقط لا اله الا الله گفتن نیست، بلکه باید عمل انجام بدیم. خواندن نماز، دادن زکات، این از فعل است که این داخل میشد به انقیاد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ببینید در آخر حدیث گفتند الا بحقها. انمین لفظ دلالت میکند که کلمه توحید، کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله، این یک مجرد سخن نیست، یک مجرد قول نیست، بلکه این کلمه لا اله الا الله به خودش حقوق ها دارد که این کلمه صحیح نمی شود مگرم با وجود آوردن حقوقش. همان وقت این کلمه صحیح می شود که حقش رو به جا بیارید. رسول الله برای همین در حدیث گفتند الا بحقها، حق کلمه رو به جا بیارید، که اگر این حقو به جا نبیارد کلمتون صحیح نیست، دینتون درست نیست، خون و مالتون هم امین نیست. پس این حق کلمه چیست؟ حق این کلمه شرط های این کلمه است. حق و شرط همون چیزی هست که وقتی که نابود شد خود این چیز هم نابود میشد. یعنی حق و شرط کلمه لا اله الا الله همین 7 شرطی که ما به شما ذکر کردیم: علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت، قبول، انقیاد. وقتی که یکی از اینها نابود شد خودی لا اله الا الله هم گویا که نابود شد و تمام مقتضای لا اله الا الله، رکنهای لا اله الا الله در بالای همین 7 شرط توقف میکند. و بزرگترین حقوقی که کلمه لا اله الا الله دارد اینچنین انقیاد است. بارک الله فیکم. و در روایت دیگر در دوام حدیث آمده است که رسول الا بحق الاسلام میگند. بارک الله فیکم. حقوق الاسلام که ما میفهمیم این انقیاد است و طاعت است. حقوق اسلام همین است که ما باید انجام بدیم. و در حدیث ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگند امرت ان اقاتل الناس حتی، امر کرده شدم تا که به مردم بجنگم، امر کرده شدم از جانب الله به این که به مردم بجنگم تا که شهادت بدهند. بینگرید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چه خیلی امر کرده شدند به جنگ مردم، به کشتن مردم.
البته کفار و مشرکین و از اهل کتاب و مرتدین از مسلمین، تا اینکه آنها شرطهای لا اله الا الله را، حقهای لا اله الا الله را به جا بیارند. این رسول الله از جانب الله امر کرده شدند که به کافرها، به مشرکها، به مرتدها جنگ بکن تا که آنها شرطهای لا اله الا الله را، حقهای لا اله الا الله را به جا بیاورند. و معنای این حدیث آشکار به ما میفهماند که انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است. و این حدیث اینچنین دلالت میکند بر این که اصل در معامله کردن بر مخالف ما که است؟ کفار، مشرکین، مرتدین. کفار، مشرکین و مرتدین، اصل در معامله اونها حرب است یا که سلم هست. کدومی از اونها است؟ حرب است و سلام است. حرب است. اصل در تعامل کردن بر کافر، مشرک و مرتد این حرب است. اصلی ما با معامله کردن کفار مشرکین این حرب است و جنگ است. و همین جنگ شدنش یا نشدنش در آرام زنده کردن همه اش به باز میگردد به شروط لا اله الا الله و عمل کردن به لا اله الا الله، ترک کردن لا اله الا الله و ایمی ماندن خون مال یا که حلال شدن خون مال، همش باز میگردد به شرط لا اله الا الله. بارک الله فیکم. شما تأمل بکنید که شرط های لا اله الا الله چگونه بزرگترین شرط ها است. و اینجا ما یک چیز رو به شما بیان کردیم که اصل در تعامل کفار این حرب است. چه میگن؟ سلم نیست بلکه حرب است. پس رسول اکرم در حدیث صحیح آشکار میگن عهدی که بین ما و بین شما هست، بین ما و بین شما این نماز است. هر کسی که نماز را ترک کرد کافر شد. و این حدیث هم دلالت میکند که تارک عمل و تارک انقیاد، ترک کننده عمل و ترک کننده انقیاد کافر است. زیرا که زمانی که انسان نماز را ترک کند کافر شود، چی برسد به کسی که تمام عمل دین را ترک کرده است. پس این حدیث ها همه اش دلالت میکرد که انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است. پس از الله سبحانه و تعالی میطلبیم که ما را در دین عمل کننده بگرداند و پیروی سنت رسولش صلی الله علیه و سلمش را نصیب بکند. عمل کردن بر قرآن را، انقیاد کردن بر قرآن و سنت را نصیب و روزیمان بگرداند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.